نرم افزار خراب شده. پیت، تو هم اینو میبینی؟ یه راسته سب کن مایلز. چیزی نیست، جاتون الان امنه. آره، برای منم قطعه. گنگی میشنوی؟ میدونم سیستمای ارتباطی کل شهر از کار افتاده. درخواستایی که میخوام برامون بفرستن چی؟ همشون میرن تو صف، ولی صبر کن، شاید بتونم یه کاریش بکنم. سریع کاریش کن. درست قبل از اینکه نرم افزار از کار بیفته یه درخواست کمک تو تقاطع لیبرتی و برادوی ثبت شد. آره میرم اونجا. عجب وضعی شد. مارکو، چه برای سر تو اومده؟ منطقه مالی شهر دنبال پیداشون کردم. گرفتمت. سب کن. حالت خوبه؟ الان خوبم، ممنون. مرد عنکبوتی، رئیست به کمک نیاز. مرد عنکبوتی، یه لحظه. یه تماس از منطقه بالایی داشتیم ولی ارتباطمون قطع شد. باید بتونیم رفتیم که تریاج رو اجرا کنیم. فهمیدم رئیس. آقای پارکر، من به کمکتون احتیاج دارم که نرم افزار رو دوباره راه بندازم. چی لازم داری؟ برو بالای ساختمونی که تو تقاطع ورس و لافایته. نقشه چیه؟ فعالسازی دوباره سیستمای ارتباطی چند ساعتی طول میکشه، پس ما باید شبکه خودمون رو راه بندازیم. این کار راحتی نیست. چند وقت داشتی برای این برنامه ریزی میکردی؟ از اول راهنمایی بهش فکر میکردم، ولی برنامه ریختن فکر کنم 2-3 دقیقه‌ای بشه. باید یه پرتابگر اطراف اونجا باشه. اینا دیگه چیه؟ تحقیقات منطقه‌ای توسط یه شرکت نوپا. پرتابگرا برای حسگرای آب و هوایی ارتفاع بلندن. و این شرکتی که میگی به ما اجازهشو داده؟ آره، من با رئیسش رو صحبت کردم. مرد نازنینی بود، خیلی ذوق داشت که قراره به مرد عنکبوتی کمک کنه. خیلی خوب، بگو باید چی کار کنم؟ هنوز اون چاپگر سه‌بعدی که به تار اندازات بستی همراته؟ ازت میخوام خیلی سریع یه چیزی رو چاپ کنی. دارم برات نقشه‌شو میفرستم. فهمیدم. این شبیه یه پهپاده. ما جاسوسی مردم رو نمی کنیم گنکی. نه بابا، چه حرفیه؟ شبکش داخلیه، فقط برای مردم نیویورکه که پیغاماشونو بفرستن به نرم افزار که بعدش هم منتقل میشه به پهپادا. من اسمشونو گذاشتم ربات فضایی قهرمان. ربات فضایی قهرمان. پس میتونم بهت بگم رفیق. دقیقاً. اول راهنمایی خیلی سرخوش بودم. خیلی خوب، حالا چطور اینو بفرستیم هوا؟ یه عالمه سیگنال ترافیکی مختلف تو منطقه است. پس سعی کن همین مسیری که برات علامت زدم رو دنبال کنی. اینجوری بهمون یه سیگنال شفاف میده. شبکه محلی الانا باید فعال بشه. بذار به کاربرای نرم افزار اطلاع بدم. کم کم گزارش‌های مردم به دستمون میرسه. موفق شدیم. بریم سر کارمون.
اینجا رو. همین الان گزارش جرم اومد. همینو بیا عقب. زود باش دیگه. باجا. حالا وقت داریم. پلیسا سرگرم این شن و ماسته ها. بیاین اینجا رو خالی کنیم. زود باشین. بار بزنین. اون اینجاست. اسلحه دزدی از این خبرها نیست. بچسبید به لاخ. این ایده کی بود که تو شهر باشگاه اسلحه داشته باشیم؟ فکر کنم بهتر شروع کنم به امضا جمع کردن تا همه باشگاه های اسلحه رو با یه چیز بهتر جایگزین کنید. مثلا باشگاه قربون صدقه چطوره؟ قربون صدقه به کسی صدمه نمیزنه، تازه مجانی هم هست. مثلا این چطوره؟ شما چقدر قشنگ ماش میخورید؟ مش بخورتتون. هی فکر کنم یه ایده برای شعار دارم. اسلحه کمتر، قربون صدقه بیشتر. داراش خیلی محکمن. این گروه خیلی بزرگی بود. وقتی شهر شن برداشت از موقعیت استفاده کردن. کاش که میدونستم چی مارکو رو به هم ریخته بود. بازم دارم میان. وقتشه براشون یه خوشامدگوی گرم آماده کنم به روش عنکبوتی. بچه رو مخمی. آره؟ اینم یکی از قدرتامه. میگم بچه ها نرم افزار هنوز برای من قطعه. میدونم. دارم سعی میکنم خلاق باشم. یکم به وقت بده. خودم به زنگ میزنم. وای پسر، فکر میکنی از دستم عصبانیه؟ استراب بعضی وقتا خودشو به شکل خشم بروز میده. همینطوری بگرد دنبال اونا که کمک میخوان. حالا به نظر تو عصبانی میای. من عصبانی نیستم، فقط متمرکزم. مامانم هم هر دفعه عصبانی میشه همینو میگه. بیخیال، تو خیلی وقت منو میشناسی. کی منو عصبانی دید آخه؟ بذار فکر کنم. نه فکر نکن. فهمیدم اون دفعه که سر بازی همش داشتیم میباختی جلوی همه حسابی قاطی کردی. اون موقع از تو عصبانی نبودم، از کائنات عصبانی بودم. خیلی خوب. نسخه جدید داره آماده میشه. دیدم حالا که اوضاع اینطوری شده بهتره یه بروز رسانی به نرم افزار بدم. چیز عجیب غریبی نیاز نداریم، فقط میخوایم گزارش مردم رو ببینیم. قطعاً. حالا که نرم افزار داره به روز رسانی میشه باید شبکه رو گسترش بدیم. بذار ببینم مایس چی کار میکنه. همونی که اونجاست. ظاهرا نفسش بالا نمیاد. مایس وقت آزاده؟ چی لازم داری؟ برو رو پشت بوم یه ساختمون نزدیک. منطقه مالی شهر هی مضطرب به نظر میومدی. حالت خوبه؟ آره، فقط کلی اتفاق داره میفته و من گشنمه و این دستگاه فروش فقط از این بیسکویت نمکی سفته داره که از گلو پایین نمیره. وای پسر، اونا افتضاحن. باش کنار میام. راستی بالاخره دارم اون ارتقای نرم افزاری که بهت گفتم و انجام میدم البته با یه کوچولو کمک از رفیقا. یه بازی با کلمات خیلی هوشمندانه بود که الان متوجهش نمیشی، ولی چند دقیقه بعد میفهمی چی گفتم. خیلی خوب، رسیدم. باید یه پرتابگر اطراف اونجا باشه. من چیزی نمیبینم که شبیه یه پرتابگر باشه.
شاید رفته زیر شنا. خیلی خوب، پرتابگر رو پیدا کردم. حالا چی؟ باید با چاپگر سه‌بعدی یه رفیق بسازی. اون چی گفت؟ رفیقه. بذار حدس بزنم رفیق رباتیک؟ نزدیک گفتی ولی زیاد مهم نیست. مهم اینه که اونا سیگنال گوشی‌های مردم رو از طریق سرور به گوشی تو منتقل میکنن. یعنی یه جور واسطه سیگنالی؟ تو یه نابغه گنگی. قربونت. من یه مسیر مشخص کردم که بیشترین ثبات شبکه رو داره. اگه تو مسیر بمونی میتونیم آنتن دهی بهتری داشته باشیم. خیلی خوب. شبکه محلی متصل شد. یه گزارش جرم جدید. دیدمش. دارم میام. بچه ها گفتن مرد عنکبوتی تو باشگاه اسلحه بوده. باید قبل از اینکه برسه اینجا بریم. سلام. کمک نمیخوای؟ کلیداتون رو گم کردید؟ یه کلید سازه تو خیابون بالایی هستا. خودم حساب. همتون اومدید یه ماشین رو خالی کنین؟ یه ذره زیاده روی نیستش؟ چی میشد اگه شما گنده‌بکا به جای سعی میکردید به مردم کمک بکنید ها؟ لعنت بهش، خیلی چسبونکیه. عزیزم حالت خوبه؟ آره مامان، تو خوبی؟ خوبم. دارم میرم به گلوریا تو کارهای مرکز خیریه کمک کنم. رفتی دیدن آقای سومیدا؟ نه. مگه با هم صحبت نکرده بودیم؟ مرد عنکبوتی قرار نیست تو رو برسونه به دانشگاه. خودمو میرسونم مامان، قول میدم. الان باید برم. بازم گنده‌بک؟ من الان باید سر کلاس فیزیک می بودم. معادله های چند مجهولی رو برای موقعیت فرضی حفظ می کردم. فکر کنم این مدل فیزیکو بیشتر دوست داشته باشم. من از تار متنفرم. تو خیلی دووم نمیاری عنکبوت. عنکبوته رو بزن. این توصیه خیلی بدی بوده. خیلی خوب. به روزرسانی نرم افزار تموم شد. یه نگاهی بهش بنداز. هنوز کلی کار دارم. نایس ورک. همین الان یه درخواست جدید اومد. ینکی، کارت با نرم افزار خیلی خوب بود. این قراره به خیلی ها کمک کنه. چاکرم. مایس، بیا به این درخواست آخرم برسیم و بعدش برگردیم مدرسه. مرد عنکبوتی کمک. یه جور کریستال از دیوار شلیک شد و لوله های گاز سوراخ کرد. گفتی کریستال؟ یه نگاهی میندازم. ببینم چی؟
مگه ما همین الان گیرت نداختیم؟ پس چرا دوباره اینجایی؟ مایلز، منم ام جی. ببینم در چه حالی؟ فکر کنم دوباره گیر مرد شنی افتادیم. به همین زودی فرار کرده؟ نه، من تو زندانم. اون همینجا جلوی منه، ولی حس عجیبی دارم. یکم صبر کن، بذار برم با دکتراش حرف بزنم. خیلی خوب، حالا دیگه عصبانیم کردی. خیلی خوب، با دکتراش صحبت کردم. نزدیکت یه چیز شنی کریستالی هست؟ آره. خیلی خوب، دکترها میگن ذهن مارکو از هم پاشیده، یعنی واقعا شکسته و همه جا پخش شده. ترسناکه. خب پس چرا این آدم شنیه دارن به من حمله میکنه؟ احتمالاً یه بخشی از ناخودآگاهشه، داره سعی میکنه از هر چیزی که تو اون کریستال هست محافظت کنه. ولی گوش کن، اگه بتونی همه تیکای کریستال رو پیدا کنی، دکترها میگن ممکنه بتونیم دوباره کاملش کنیم. آدم شنی بودن به نظر خیلی پیچیده میاد. خیلی خوب مارکو، ناخودآگاهت از چی محافظت میکرده؟ این لحظه رو کنارت بودم و لحظه بعدی تو رفته بودی. یه کریستال سخنگو؟ خیلی خوب. انگار این یه بخشی از ذهن مارکو رو تو خودش داره. ام جی گفت کریستال‌های بیشتری از ذهن مارکو تو شهر پخش شدن. باید حواسم بهشون باشه. هی آماده بریم سراغ این درخواست آخر. انگار یه شخص مهم تو لیموسینش گیر افتاده. گنکی، آقای سومیده هنوز اونجاست؟ آره، الان هیلی رفته پیشش، داره سعی میکنه به خاطر تو نگهش داره. ایول، امیدوارم اون بتونه بهم بگه چطوری مقاله دانشگاهمو بنویسم. مگه تمومش نکردی؟ میدونی از اونجایی که من تونستم دانشگاه قبول بشم میتونم کمکت کنم. نه، تا همین الانشم زیادی کمک کردی. در ضمن اگه تو کمکم کنی برم دانشگاه، آبرو دیگه واسم نمیذاری. آره راست میگی. آهای، از اون لیموزین فاصله بگیری. هی همون عنکبوت است، بگیریدش. پاپاراتزی ها به اندازه کافی رو مخ هستن، ولی پاپاراتزی با اسلحه. شما از همشون بدترین. خودتون میدونستین؟ آخه چی میشه شهروند معمولی باشی؟ بذار ببینم کی تو این لیموزینه. بیمارستان. جی جونا جیمسون؟ باید به مرد عنکبوتی بگم. خیلی خوب آقا، الان میرسونمتون بیمارستان. بقیه مالی شهر به دنبال مرد عنکبوتی، باورت نمیشه کیو تو اون لیموزین پیدا کردم. هر جوری کنجکاوم کردی. یه شیر آتش روشنی ببندم میام سمتت. آقای جیمسون، منم مرد عنکبوتی. صدامو میشنوی؟ دارم میام سمت چپتم. سلام مرد عنکبوتی، ببین کی پیشمه. چی؟ من کجا؟ ای مرد عنکبوتی، جانا خوشگل من، حالت چطوره؟ کمک! منو گروگان گرفتن. چی؟ نه، من میخوام کمکتون کنم آقا. یکی ازم عکس بگیره. جنایتکارای نقابدار روزنامه‌نگار دوست داشتنی رو گروگان گرفتن. بعضی چیزا هیچ وقت عوض نمیشن. حداقل با دکترها مهربون باش. اینا منو دزدیدن، من ازتون نمیگذرم. من اهریمنای لعنتی، شما اهریمنا رفتنی هستین، ولی جی جونا جیمسون تا ابد همینجا میمونه، فهمیدین؟ تا ابد میمونه همینجا. ببخشید کجا داریم میریم؟ چرا کسی جواب نمیده؟ آقای پارکر، شما کجایی؟ مدیر ونس سلام، برای خودم هستم، پیتر پارکر. منو ببخشید، یه وضعیت اضطراری پیش اومد و من خودمو سری میرسونم. قول میدم. بهتره تا 10 ثانیه دیگه اینجا باشی وگرنه وای نه، صدا داره قطع و وصل میشه. باورم نمیشه واقعا این کارو کردم.
پس آقای سامیدا کجاست؟ اون همین الان رفت. گفت میخواد بره تعطیلات. چی؟ این واقعا عالیه هیلی. تازه وقتی که نبودی من فهمیدم که من از طرف رند بورسیه شدم. داری جدی میگی؟ آره. پسر انگار گروهمون تکمیله. برای هممون روز بزرگی بوده، ولی من دارم جا میمونم. وای پسر، طاقت دیدن اینو ندارم، ولی نمیتونم نگاشم نکنم. مدیر وانس، بله ببین کی بالاخره تصمیم گرفته به ما سر بزنه. من میدونم که به نظر خیلی بد میاد، ولی به نظر؟ من واقعا متاسفم. میدونید که کافی نیست. میدونم و این آخرین چیزی بود که میخواستم اتفاق بیفته و دیگه هم قرار نیست گوش اتفاق من بیفته. از این حرفا پره. نه من دیگه بهانه بی بهانه. کار شما اینه که حواستون به بچه ها باشه، نه اینکه رهاشون کنید. شما اخراجید. پسر وقتی مرد عنکبوتی میشی انگار نگه داشتن شغلت خیلی سخت میشه. ولی من مطمئنم که تو یه فکری براش میکنی. سلام، بابت اخراجت متاسفم. اگه کمکت میکنه بگم تو بدترین معلمی که تا حالا داشتیم نبودی. فکر می‌کنی بتونم اینو تو رزومم بنویسم؟ گوش کن، نشریه نیویورک فراخوان باز عکاسی گذاشته. خودم همین دیروز براشون عکس فرستادم. پولش خیلی زیاد نیست ولی خب پول دیگه. این روزنامه رابی رابرتسونه. قبلا تو بیوگل با هم کار میکردیم. فکر کنم بدونم از چی خوشش میاد. ممنون مایل. قابلی نداشت. شاید منم چند تا عکس براش گرفتم. رابی همیشه میگفت بهم شهر رو نشون نده، بهم نیویورک رو نشون بده. این خوب چیزی میشه. تمومه. حالا باید ثبتش کنم و پیتر، حالت چطوره پسر؟ رابی سلام. میدونم خیلی یوهایی شد، فقط میخواستم بگم من برای فراخوان باز عکاسی که گذاشته بودی یه عکس فرستادم. عالیه، قطعا اینو پخش میکنیم. الان باید برم سر یه جلسه، ولی اگه هر جای دیگه ای ضربان قلب نیویورک رو پیدا کردی عکسشو برام بفرست. خوشحال شدم صداتو شنیدم. منم همینطور رابی، ممنونم.
به به ببین کی اینجاست. سلام، من میخواستم همینو به تو بگم. فقط می جنگم مردن کبوتی. امیدوارم ناراحت نشین که مزاحمتون شدم. مردن کبوتی پس اومدی؟ ممنون. باید بیشتر از اینا کار بکنی. فکر کنم بهونه خوبیه که بالاخره اون ماشین عنکبوتی رو بسازیمش.